خوش اومدیم به کانال استوگات. امروز میخوام بهتون یاد که توی هر آب و هوایی چجوری بتونید آتیش درست کنین و اینکه نکات ایمنی رو رعایت کنین وقتی که دارین آتیشتون رو درست میکنین و اینکه کلا چه چیزایی استفاده میکنین برای اینکه آتیش خیلی اوکی بتونید درست کنین. اینجا چوبای مورد نظرم رو جمع کردم. این چوبا رو ما باید از همه دسته‌بندی داشته باشیم، از چوبای خیلی ریز که اون کف کار میذاریم و به همین ترتیب چوبای درشت‌تر رو میاریم رو کار. این چوبا نباید خیلی نزدیک هم باشه، نباید خیلی دور از هم باشه که به هم دیگه گرمایش نده. اگه خیلی نزدیک باشه آتیش رو خفه میکنه و باعث میشه آتیش اکسیژن نداشته باشه و دود کنه و اگه خیلی دور هم باشه که گرمایشش رو به هم نمیده. خب من اینجا این تریک رو من استفاده میکنم که یه دونه دستمال برمیدارم و اینجا وازلین داریم. بعد این وازلین رو میماریم رو دستمال و بعد فندک رو میزنیم زیرش و این روشن میشه و میذاریم زیر ته این چوبمون که شروع کنه به روشن شدن. دیگه فندک ها نمیتونم چرا فندک نداره؟ اصلا آخه آتش نمیگیره نگاه. باید داره میاد. خیلی مهمه که چوبامون خشک باشه. بعضی این چوبا مرطوبه، بعد باعث میشه که وقتی چوب کف کنه و شروع کنه به کف کردن یعنی که وسط چوبتون خیسه. و به همین ترتیب ما اینا جا میدیم. فکرم داره کف میکنه، فکرم چوب خیس داشتم. یه صدای کفی خیسی داره میاد. میبینی عجب آتیش باحالی شده با یه فندک، با یه دونه دستمال و با یه کمی وازلین. این راحت ترین مدلیه که آدم میتونه آتیش روشن کنه. حالا مدلای دیگه هم هست که بهتون یاد میدم. وقتی که این سنگو میتراشی خورده‌هاشو میریزی رو چوب، اون یکم بلدی میخواد. خودم دارم تمرین میکنم، هنوز اونقدر خوب نیستم توش، ولی اونا میخوام حتما یاد بگیرم چون برای شرایط خیلی وقتی که دیگه واقعا هیچی نداری یا وازلین و دستمال اینا نداری، اینا با خودت میاری و با این جرقه و اینا میتونی اینو روشن کنی. حالا بعضیا میگن که برگم عامل خوبیه برای آتیش گرفتن، ولی به نظر من اینجوری نیست. برگ آتیش میگیره ولی آتیشش پایدار نیست، سریع خاموش میشه. ولی چیزایی مثل روزنامه، مثل کارتون بهترین چیزایی هستن که خوب آتیش میگیرن و خوب آتیش رو پخش میکنن و نگه میدارن. ببینید باعث میشه اگه یه دیوار یه طرف آتیشتون بذارین اون طرفی که جهت باد میاد، باعث میشه که این اینجوری دودش به شما نخوره و اینکه خب همزمان قشنگ هوا رو اینجوری کاور میکنه، میده تو دل آتیش و از این ور میره به سمت بالا، قشنگ آتیشتون رو کاور میکنه. خب الان میخوام یکم براتون اینجا تو این با این آتیش خیلی گرم و خوشگلی که درست کردم یکم استیک با هم درست کنیم. نون میخوام درست کنم و اینکه این حالت کمپینگی ازش استفاده کامل ببرم. حالا اینجا گوشتمون رو داریم. خب برم میذارم روی این، میذارم اینجا رو زغالا و این خودش قشنگ به عمل میاد. اینجا نونو با مخمر قاطی کردم، نسوزن. اینجا نونو با مخمر آب قاطی کردم گذاشتم، قشنگ الان خمیرش آماده شده و رو اینجا نونم درست میکنم و فلفلم آوردم که باربیکیو کنیم. قشنگ حالا میریم سراغ نون.
این پارت مورد علاقمه، چون واقعا دوست داشتم این کارو بکنم که خودم نون رو آتیش درست کنم رو زغال و ببینم چه حسی داره و چه طعم زغالی پیدا میکنه. کم چسبیده به پلاستیکمون. فکر کنم نونمون هم طعمدار بشه، چون که دستم به طعم دهنده این گوشت آغشته بوده و اینجوری یه نون طعمدارم داریم. خب من اینو پهنش میکنم. خب نگاه چه باربیکیویی شده. اون نونه سوخته روش، ولی خب برای دفعه اول اوکیه. فلفل هنوز جا داره. آها این خوب شد. میبینیم بچه ها چه پفی کرده. خیلی مهمه برای آتیش درست کردن اینه که شما میخواین چوبتون حتما چوب مرده باشه و خشک باشه و از اونجا هم میفهمی که این خیلی حالت شکننده و اینجوری تق صدا میده. شما همیشه قبل از آتیش درست کردن آتیش باید چوباتون رو دسته‌بندی داشته باشین که وقتی که یا آتیشتون کم میشه تازه نخواین برین دنبالش بگردین و بخواین استرس بگیرید. تمام این چوبا رو از دسته‌بندی از چوبای ریز تا چوبای درشت به هم ترتیب میذارین که همش این آتیش رو دوباره شما بازسازی کنین و آماده نگرش دارین. نونو برگردوندم، نگاه کنین خیلی اوکی شده. یکم هنوز دیگه این طرفش خمیره، ولی این ورشو که برگردوندم قشنگ میبینین سفته و خود نونه. یکم جای سوخته، اینم که نون قبلیمونه ولی نونه خیلی خوشگله. به نظر من که خیلی خوب شده. اینجاها دور این چوب روشن‌تر میبینین. اون قسمته که تیره است خیسه، تنه که خیسه و هنوز بهش چسبیده. اینا بعد میبینین اینا باید کنده بشه. این شیشه به خاطر اینکه یکم هوا سرده را اولی کم رو آتیش میگیرم داغش میکنم، چون شیشه کاملا سرده الان خنکه. برای اینکه نشکنه یکم گرمش میکنم که خاصیت شکنندگیشو کم کنم. انگار که تو فریزر بوده. یا عجب گوشتیم. نرم و لذیذم. واقعا فکر میکنم الان که بارم سرد شده و دوباره یخ شده، یعنی یخ کردیم و دوباره گرمش کردیم، الان دیگه صفر میشه، ولی خیلی لذیذه و خیلی خوشمزه است و اینم نون و گوجه. مزه بهش میده.
خیلی خوبه. 10 از 10. وقت چاییه. چیرز. دیگه من نمیدونم چی بهتر از چای آتیشی توی شیشه. نه. واقعا نمیدونم. های تو این سرما. خب بچه حالا میخواستم بهتون نشون بدم که چجوری آتیش رو خاموش کنیم. آبو برمیدارین، بعد میایم اینجا میریزیم رو آتیش آروم آروم همه جا قشنگ دور تا دورش رو میریزیم. بعد حالا اینم بزنیم کنار. این وسطش هم میریزیم که میبینین زغال هست، اینا هنوز خاموش نشده. قشنگ همه جا میریزیم. میبینین اینا میخوان ناقلا بازی در بیارن بعدن برامون شاخ شن، ولی ما اجازه رو بهشون نمیدیم. اینا رو میریزیم. خب همه رو که خیالم راحت شد ریختیم. حالا با پامون اینا رو همه رو میکس میکنیم، جوری همه رو میپوشونیم و اینا که انگار اینجا هیچ وقت اتفاقی نبوده. اصلا هیچ اثری نیست، انگار که نه انگار کسی بوده، هیچ خبری نبوده، اینجا ما نبودیم. و همین به همین حالت ما همه رو میکس میکنیم که خیالتون راحته دیگه. هیچ اثری از آتیش هم نیست، همه چی خیس شده، همه چی قاطی شده، اینا خنک شده و اینکه کسی هم بعد نمیاد اینجوری یه جوری تاپار اینجوری دایره فقط معلوم باشه که اینجا یهو وسط جنگل یه کسی بوده. ما خیلی به حالت طبیعیش برمیگردیم دیگه. طبیعت همونجور که استفاده میکنیم لطفا بعد همونجور هم دوباره تمیز به حالت اولیش برمیگردیم. درسته که خب بالاخره اون حالت اوله نمیگیره، بالاخره چوب سوخته الان زغال اونجا، ولی خب خیلی قشنگتره که اینجوری هم مراعات کنیم و فقط با یه دو تا پا زدن یکم برپس کردن اینا اوکیش کنیم. مرسی که با من بودین. یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین، یادتون نره لایک کنین، اینجوری از من حمایت میکنین که بتونم بیشتر ویدیو درست کنم. من خودم ذوقشو دارم ویدیو رو درست میکنم، ولی با این کارتون به من خیلی کمک میکنین و من کلا خوشم میاد که هی میبینم آدمای بیشتری دوست دارن. خب معمولا هر آدمی خوشش میاد که ببینه کسای بیشتری هن که کارشو دوست دارن و حمایتش میکنن. بای بای.